سلام به کانال غزلخوان خوش اومدید. من پریناز هستم و در این ویدیو یکی از غزلهای مولانا رو براتون میخونم. مولانا در این شعر یک سری پرسش هایی که تا حدی جنبه فلسفی هم داره مطرح میکنه و انسان رو به فکر فرو میبره. اگر به شعر و ادبیات فارسی علاقه‌مندید کانال من رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم انتخاب کنید تا ویدیوهای بعدی به شما اطلاع رسانی بشه. طبیب درد بی درمان کدام است؟ رفیق راه بی پایان کدام است؟ اگر عقل است پس دیوانگی چیست؟ وگر جان است پس جانان کدام است؟ چراغ عالم افروز مخلد که نی کفر است و نی ایمان کدام است؟ پر از در است بحر لایزالی درونش گوهر انسان کدام است؟ غلامان است اشیا را قباها میان بندگان سلطان کدام است؟ یکی جزو جهان خود بی مرض نیست، طبیب عشق را دکان کدام است؟ خرد عاجز شد اندر فکر عاجز که سرکش کیست سرگردان کدام است؟ بت موزون به بتخانه بسی جست که موزونات را میزان کدام است؟ چه قبله کرده ای این گفتگو را طلب کن درس خاموشان کدام است؟